کلاهبرداری 10,000 میلیاردی در کرج. یه سازنده بی همه چیز زندگی خیلی ها رو به خاک و خون کشید. رفیق، دیدن این داستان ممکنه حالتو خراب بکنه، اما این داستان واقعی رو تا آخر همراه هم باش. مهدی فتحی معین، کسی که بعد از 20 سال ساخت و ساز تو کرج، بعد از تحویل دادن 50 تا پروژه در سن 62 سالگی 11 فروردین 404، یعنی همین امسال چند ماه پیش، یه بلیت میخره به سمت ترکیه و متواری میشه. بیش از هزاران نفر شاکیان توی این پرونده. بیش از صدها نفر اسباب اساسیه‌شون تو خیابون. رفیق گوش کن ببین چی میگم. صدها نفرشون پول پیش خونه رو گرفتن، یه مبلغی قرض و قله کردن و چیزی داشتن فروختن، گذاشتن روش، دادن به این آدم بلکه یه روزی خونه دار بشن. اون آدما الان اسباب اساسیه‌شون تو خیابونه. صدها نفر کار کردن، یه خونه نقلی خریدن، اون خونه رو دادن، یه مبلغی قرض و قله کردن، گذاشتن روش و الان هم خونه‌شون رو از دست دادن، هم پولشون و هم اسباب اساسیه‌شون تو خیابونه. مشاوره املاک بیچاره‌ای که 15 تا 20 تا واحد برای این آدم فروختن، کمیسیونی دریافت نکردن، به جاش قرار بوده واحد بگیرن شراکتی، حالا با هم نصب بکنن هر چیزی. نه تنها واحدی دریافت نکردن، کمیسیونی نگرفتن، بلکه یه سری ها از اینها هم شکایت کردن. پس زندگی خیلی ها نابود شده. مادری رو میشناسم که همسرش 2 سال فوت شده، 2 تا بچه داره، یه 7 سال یه 12 سال، هر دو هم دخترن و الان مدتی اسباب اساسیه‌شون تو خیابونه. رفیق، تو وظیفه داری به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه هموطن، به عنوان کسی که عدالت رو میتونه برقرار بکنه، این ویدیو رو نشر بدی. چرا میگم عدالت؟ برای اینکه الان حکم جلبش از طریق پلیس اینترپل هم گرفته شده و فقط مونده این ویدیو نشر داده بشه، به آدم‌های زیادی نشون داده بشه، چون اون مالباخته ها از من خواستن و منم دارم این کمک رو میکنم و از تو میخوام، چه مشاور املاکی چه مردم عادی، این ویدیو رو نشر بدی. یه جایزه $10,000 هم گذاشتیم به عنوان مژدگانی و اگر دوست داری داستان دقیق‌تر این آدمو بدونی، 14 دقیقه ویدیو برات آماده کردم، تحلیل دقیق این آدم، این که الان پرونده تو چه مرحله‌ای، صدای مردم، صدای وکیل و بقیه ماجرا چجوری فرار کرده و غیره. میتونی این ویدیو رو تو یوتیوب هم نگاه بکنی، اما چیزی که مهمه اینه که تو این ویدیو رو برای هر کسی که میشناسی نشر بدی. امیدوارم روزی برسه ریشه این آدم‌ها خشک بشه و اون دختر بچه دوباره یه شب سقفی بالا سرش بشه. مرسی.